2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. فهمیدین دیگه یه چیزیتون هست. یالا بگین ببینم. ما یه خبر داریم. خب ما یه تصمیمی گرفتیم. آها بگو. میخوایم تاریخ عقدمون رو بگیریم و زود ازدواج کنیم. بله خودشه. بیایید رقمم ببینم. خیلی خوشحال شدم. تبریک میگم بچه ها. نگران تاریخ هم نباشید، هر وقت بخواین حلش میکنیم. ممنونم. عالیه. اما هنوز تموم نشده. یه خبر دیگه برای شما داریم. راستش این خواسته من و پویروزه. رسانه اینترنتی موویباز با افتخار تقدیم می‌کند. تصمیم گرفتیم بعد ازدواج در استانبول زندگی کنیم. استانبول زندگی میکنین؟ موقتی هم نه دائمی؟ آره مامان، میخوایم زندگی تو استانبول رو امتحان کنیم. یعنی ما میریم. این دیگه از کجا در اومد؟ دربارش حرف نزده بودیم. یهو نمیشه که تصمیم برفتن گرفت. راستش برای ما یهویی شد. به نظرمون اینطوری بهتر شد. ببینید بچه ها، تصمیم نهایی با خودتونه، ولی اون همه زحمت بر جزیره کشیدین، الان به نتیجه رسیده. حالا میخوایم بریم، مشکلی نیست. نه عمو لطیف، وقتی جزیره به ما نیاز داشت نمیخواستیم بریم، اما الان که همه چی رو به راهه میخوایم زندگیمون رو بهتر کنیم. جدی میگم نمیخوام برین، ولی مانعتونم نمیشم. تصمیم با خودتونه. کی میخواین عروسی کنی؟ در اسرع وقت، حتی تو این هفته. نه بابا، دارن اینا شوخی میکنن. این هفته. آره خاله زینب، میدونیم یهویی شد، اما اگه اجازه بدین من با مادر بزرگم میایم خواستگاری حاضران. لطیف برای من آب بیار لطفا. باشه مامان. الان میارم. الان میارم. مامان اینطوری نکن دیگه. خیلی خوب، صبر کن. نهیر صبر کن دخترم وایسا. نهیر ببین، نمیخواستم اینجوری با خبر شی. گفتم بره ولی به حرفم گوش نداد. اگه اصلا نمی اومد چی مامان؟ همه چی از من مخفی میکردی مگه نه؟ من دیگه باورت ندارم. هیچ کدوم از حرفاتو باور ندارم. نهیر، میشه آروم باشی و با هم حرف بزنیم؟ نمیشه، منو راحت بذاریم. به هرچی دست بزنی آوار میشه. از ما دور شو.
آلپر. بله عزیزم. چیزه، من یکم به خاطر این اتفاقا ناراحتم. چی شد مگه؟ یعنی چی شده؟ همین موضوع ساعت زنگدار به نظرم کافیه. دیگه یه خونه باشیم همینه دیگه، مگه نه؟ الهی خونه خودمون باشه. درسته، داریم میگذرونیم، ولی دیگه چقدر باید بگذرونیم؟ خونه خودمون و زندگی خودمونو داشته باشیم. آره درسته، کاملا حق با توه. ولی اوایل چقدر به خاطر اینجا خوشحال شده بودیم. تو روزای سخت زندگیمون اینجا برای ما شده بود یه پناهگاه. نمیدونستم که اینجوری میشه. باشه، خودمونو ناراحت نکنیم. در اولین فرصت یه خونه پیدا کنیم. دقیقاً عزیزم. تو یکم دیگه تحمل کن عزیزم. قول میدم یه راهی پیدا کنیم، مطمئن باش. من همیشه کنارتم عزیزم. باشه. مامان خوبی؟ خوبم. یه هوش شد، عادت میکنم. خاله زینب، میدونیم که تصمیم یهویی گرفتیم، اما میخوایم زندگیمون رو زودتر شروع کنیم. یعنی توی این مدت کم هم میخواین ازدواج کنین، هم میخواین اسباب کشی کنین؟ یعنی با جزئیات به همه چی فکر کردین شما؟ زینب، این بچه ها عاقل و جوونن، حلش میکنن، نگران نباش. تو استانبول زندگی نکردی، نمیدونی چی ها حل میکنن. مامان فکر نمی کردم اینقدر مخالف باشی. ما الان به حمایتتون نیاز داریم، لطفاً. حق با توه، ببخش. معلومه که حمایتتون میکنم، معلومه قصدم دخالت کردن نیست، ولی به همه چی دقیق فکر کنید، خواهش میکنم. باشه مامان، نگران نباش. فردا؟ آخه فردا؟ چطوری تا فردا حاضر بشم؟ خاله عالیه خبر داره؟ از عروسی خبر داره، اما هنوز بهش نگفتیم که میخوایم تو استانبول زندگی کنیم. نمیخوایم تو عروسی به کسی بگیم، شما هم نگین لطفاً، چون بهتره از دهن ما بشنون. باشه هر جور که شما میخواین. بخیال بابا، شما خوشبخت بشین، تو استانبول هم موفق باشین. ممنون. زینب. سلما جان. نهیر از دست دادم. یعنی چی از دست دادم؟ بالاخره حاضیران و پویراز دارن ازدواج حاضیران به پویراز پیشنهاد ازدواج داده. نمیدونم حقیقت داره یا نه. تاریخ ازدواجشون کی هست؟ کی ازدواج میکنه؟ حاضیران و پویراز. ببین اهل غیبت، تو این جزیره من بهتر از همه غیبت میکنم. این خبر رو از کجا شنیدی؟ اشتباهه. از الان بهت بگم. یعنی چی؟ باورم نمیشه. چی شده؟ یزید حاضیران و پویراز ازدواج میکنن. چی؟ آره. خیلی خبر خوبیه. آره. ببین نتونستن نبودنمون رو تحمل کنن. پویرازم بالاخره به جامعه متأهلا وارد شد. وای، حاضیران گفته بود ولی فکر نمی کردم انقدر سریع بشه. حتما نتونستن تحمل کنن. وای حسین و والام، شما اینجایی؟ آره، یکم خسته شدیم، زود اومدیم خونه. بینم چیزی شده. سلما و نهیر نیستن داخل خونه؟ سلما، نهیر، بینم اینا کجا؟ عمو فاطمه، آخرین بار تو خیابون دیدمشون، دیگه بعدش اونا رو ندیدم. مگه نه عزیزم؟ آره. یعنی خونه نیومدن؟ نه، ولی اگه قبل از ما اومده باشن خونه طبیعتا نمیدونیم داداش فاطمه. آدم زنگ میزنه آخه، با خبر میده، یه تلفن میکنه، یه پیامی میده. آخه من نمیدونه، حساسم. آروم باش عمو فاطمه، شاید آبجی سلما رفته خونه آبجی زینبینا، یکم بعد میاد. آروم باش، استرس نگیر. بیخیل با آلپری. تمام حرفامونو شنیده، پشت سرش دویدم ولی گفت نمیخواد ما رو ببینه و رفتش نمیدونم کجا. خاله خب نرماله، منم شوکه شدم، چه برسه به نهیر. معلوم بود حسن همچی کاری میکنن. هی خدا، ما هم دعوتش کردیم تا از اتحاد حمایت کنه.
اومد هتل و حرف زدیم، اما ما هم از این موضوع بی خبر بودیم. هیچکی خبر نداشت. ببخشین بچه ها، روز شادتون رو ناراحت کردم، تقصیر منه، ببخشید. مگه میشه خاله؟ این موضوع مهمتره. نمیدونستم کجا برم. خاله جون به این جور چیزا فکر نکن. بگو برای نهیر چی کار میتونیم بکنیم؟ نمیدونم، تا حالا انقدر ناراحت ندیده بودمش. عزیزم باشه، من با نهیر حرف میزنم، تو نگران نباش. باشه، چون اصلا با من حرف نمیزنه. حتما به خونه نرفته، رفته هتل. میگم ما بریم یه سر به نهیر بزنیم. باشه بریم. منم برم خونه، شاید اومد خونه ها. صبر کن ببینم چی میشه. چطور به فاتح بگم ها؟ نمیدونم. فاتح آدم با درک، نگران نباش. یا اول با نهیر حرف بزنم. سلما صبر کن، آروم باش عزیزم. پویراز، من با نهیر حرف میزنم ولی حسن هنوزم تو هتل میمونه، چی کار کنیم؟ اصلا واسمون خوب نیست که بگیم برو. اگه میخوای من حرف بزنم و توتوشو در بیارم خیلی خوب میشه. آره، در ضمن وقتی ما باهاش در ارتباط بودیم نمیدونستیم که پدر نهیره. درسته، اما خودش هم نمیدونسته. وضعیت خیلی سختیه، میدونی که بهتر از همه من درکش میکنم. نهیر کن، من کلید اتاق 8 رو میبرم به اسم کسی دیگه ای. صبر کن، من میرم، به کسی هم نگو که اینجا بودم. فهمیدی چی گفتم؟ وایسا، چرا نکرد؟ همین کارو بکن، ساکت شو. اوکان، نهیر اومده؟ تو دیدیش؟ با منی؟ پسر به جز تو از کی بپرسم؟ با تو هم دیگه. اومد یا نه؟ نه من ندیدمش. خوب فکر کن، شاید به اینجا اومده و رفته. ممکنه ولی من ندیدم. ممنونم. چی کار کنیم؟ بریم دنبالش بگردیم؟ گوشیشو که جواب نمیده. پویراز، شاید برگشته خونه. خب اگه برمیگشت خالم خبردار میشد. پیام فرستاده. آبجی حاضرا، نمیخوام حرف بزنم، فردا هتل میام. سلما، تو که منو نگران کردی. کجایی تو ها؟ تو محل بودیم، کجا میتونستیم باشیم؟ نهیر کجاست؟ نمیدونم. فاتح، چرا همه چی از من میپرسی؟ چیزی نگفتم که تو هم، فقط نگران شدم همین. نمیفهم چونه تو. دیدی آلپر؟ به نظرت رفتارش به خاطر ما بود؟ متوجه نشدی؟ همین که ما رو دید عصبی شد. آره. داشتم به مادرم فکر میکردم. فکر نمیکردم انقدر مخالف رفتن به استانبول باشه. اصلا باورم نمیشه. خدا میدونه وقتی به خاله عالیه بگیم چی میشه. همیشه روزای سختی رو تجربه کردیم. شاید سخت‌تر از اونا رو هم تجربه کنیم. اما تو به من قول داده بودی همیشه خوشبخت باشیم. تو روزای بدم به روی من میخندیدی. این باعث میشه قوی بمونم. حسیران جونم، پویراز، خیلی خوشحال شدم. کارای عروسی رو شروع میکنم. فردا میبینمتون. مراقب خودتون باشین. میبوسمتون. بای بای. عاشقا بالاخره ازدواج میکنن. منتظر بودیم، دیر کردیم. میبوسمتون، تبریک میگم. خیلی خوشحال شدیم. یکم یهویی شد ولی نگران نباش، همه چی رو حل میکنیم. دوستتون داریم.
ممنون، خیلی گشنم بود. اگه سیر نشدی بازم درست کنم. لازم نیست. خب نمیخوای توضیح بدی؟ چیو؟ دلیل قایم شدن تو. چرا از آبجی هازیران و داداش پویراز قایم شدی؟ بیخیال. اوکان، پدر تو چطور آدمیه؟ بابا اصلا بهش فکر نکردم. مامانم نمیذاره همدیگر رو ببینیم، ولی من بابامو دوست دارم. ازم عصبی نمیشه، آدم خوبیه. میدونی من با بابام تازه آشنا شدم. چی؟ همون خبرنگاری که به هتلمون اومده بود، حسن دمیرار. وای اون بابایی توه؟ آروم حرف بزن کسی نشنوه. منم تازه با خبر شدم. وای بابات آدم خیلی مهمیه. ببخشید. تو الان کجا بوده پس؟ چرا دنبالت نگشته؟ از من بی خبر بوده. مامانم این همه سال هیچی به من نگفت. برای همین از دست مامانم شاکیم. برای همین اومدم اینجا. ببین لطفاً تو هم به هیچ کس هیچ چیزی نگو. خب باشه نمیگم. تا کی این مخفی کاری ادامه پیدا میکنه؟ نمیدونم. کاش همه چی مثل سابق میشد. سلما جون تو دارم ناراحت میشم. اگه کاری کردم بگو دیگه. همه چیه که تو نباید انجام بدی فاتح. در ضمن چیز مهمی نیستش. یعنی چی مهمه؟ وضعیت تو بیبین. قیافت پاک له جونتو. تا حالا تو رو اینجوری نیده بودم اخشم. تو اینجوری فکر میکنی؟ یعنی چی تو فکر میکنی؟ آخه تو شریک زندگی منی. بیشتر از همه من دوستت دارم. میدونم واسه همین میپرسم. جون من بگو چی شده؟ هازیران و پویراز دارن میرن استانبول. خبر نداری مگه؟ چی میگی؟ آره. پویراز خودمون؟ آره. نه بابا، به خاطر همین ناراحت شدم دیگه. خیلی ناراحتم. باورم نمیشه جون تو. پویراز غیر جزیره جای زندگی نمیکنه که. بهتره باور کنی فاتح. اونا بعد عروسی میذارن میرن. واسه خاطر این ناراحتی؟ آره. فاتح جزیره گول کرد. قهرمان شدیم. صادق اول شد. اینا رو بیخیل با. یه خبر دارم در حد بم جونت. خبری مهمتر از این نمیتونم تصور کنم آخه. ولی تو هم انگار یه خبری داری ها. بگو ببینم. بگو زود باش. حاضری؟ حاضرم. پویراز بعد از ازدواج با هازیران به استانبول اسباب کشی میکنه. نه بابا، پویرازی که از جزیره جایی نمیره میخواد بره استانبول؟ آی باورم نمیشه. این حقیقت داره. منم اولش همین فکر میکردم جونتو، ولی واقعا دارم میرن استانبول. ببین چی میگم. این خبر رو قبل از همه من میشنوم. خبر تازه است. آره با، فقط به تو گفتم یعنی زمان غیبته. عاشق غیبتم. خیلی دوست دارم. پس فاتح جزیره چاو. از بغل برو جیگه. چاو اسکله اینجونته. اوکان اتاق 8 باید خالی میشد درسته؟ چیزه دیشب یکی به اونجا اومد. کامل ثبت نشده که؟ کامل ثبت نشده؟ به من کمک کن لطفا. خیلی خوب باشه. بیا. نهیر تو اینجا بودی؟ ببینم چرا بهمون خبر ندادی که اینجایی؟ آره خواستم یکم تنها بمونه. ببین ما از اتفاقات با خبریم. خاله سلمام خیلی ناراحته. باش حرف بزن بدونه که اینجایی باشه. آبجی هازیران نمیخوام در این مورد حرف بزنم. شما هم جوری رفتار کنین انگار من اینجا نیستم. باشه راستی تبریک میگم.
خیلی ممنونم. بیرجیک بابا خیلی خوش اومدی گرکم جون. خوش باشی عزیزم. از اتفاقات خبر نداری وگرنه اینجا وای نمیسدی. بله مطمئنم. چی شده زود باش بگو ببینم. محکم وایسا. بگو دیگه منتظر چی هستی؟ دختر میدونی که پویراز و حاجران دارن ازدواج میکنن. آره. بمب اصلی اینه که دارن میرن استانبول. نه بابا محال ممکنه پویراز همچین چیزی رو قبول کنه. یعنی چی قبول نمیکنه؟ این عشقه، از موانع رد میشه. مطمئنی؟ آره خب منبعم معتبره. از کی شنیدی؟ از فاتح جزیره. یعنی احتمال اشتباه کردنش 0/1000. من از این یکی خبر نداشتم. خب پویراز تو امروز با آلپر حرف بزن. ما باید به نهیرم بگیم باشه؟ صحبت میکنم. ببینم خانوادت موضوع استانبول و قبل عروسی به کسی نمیگن که؟ اگه مادر بزرگم بشنوه بد میشه. نه نمیگن. امشب رو رد کنیم، بعدش با خاله عالیه سر فرصت حرف میزنیم، یه جوری متقاعد میشه. باشه. باورم نمیشه بچه ها منو دست به سر میکنین. مادر بزرگ ما نخواستیم تا قطعی نشده به تو بگیم، وگرنه قرار بود که بیایم پیشت. چه حرف زدنی پسرم، وقت تنگه. شب میریم خواستگاری حاضران، کار زیادی داریم. یالا را بیافت حاضران. کجا؟ دخترم بریم خرید جهیزیه، وقت تنگه. بریم وسایل بخریم، چون نمیدونستیم کدوم مغازه ها رو بگردیم از گرکم کمک خواستیم. یکی از دوستاش کار جهیزیه رو انجام میده. همه چیز باید آماده بشه. آره حاضران تو باید بری. آره نه نمیخواد، یعنی نه من هیچی نمیخوام. شما بیاین برای من کافیه. هیچی لازم نیست. ببین من یه دونه پسر دارم، اونم یه بار ازدواج میکنه. همه چی باید بر اساس اصول باشه. پس شما با پویراز برین. نه شما برین، به منم خبر نه به نظر من با پویراز برین دیگه. بیا دخترم بیا دیگه. بیا سلام. صبح بخیر آلپر، خیر باشه. صبح بخیر. میدونم یکم زود زنگ زدم ولی مجبور شدم. یه خواهشی ازتون داشتم. بفرما خیر باشه. آره برای یه کار خیره، واقعا خیره. بگو دیگه بچرم. میگم چیزه. خب میدونید چیه؟ یکم پیش پرداخت میخواستم اگر امکانش هست. باشه آلپر جان، یکم بعد حقوقت کم میکنیم. خب ایرادی نداره از حقوقم کم کنید، ولی خب میدونید چیه؟ من یه کاری برام پیش اومده، باید یکم بیشتر از حقوقم ازتون بگیرم. آلپر تو تازه کارتو شروع کردی. همچین پیش پرداختی رو من به خودم هم نمیدم قربونه برم. من حد اکثر پولی که میتونم بهت بدم نصف حقوقته، اونم به این دلیل که ازت باشه متوجهم. ممنونم، لطف کردین. ممنون. حالا واسه چی پول لازم داری؟ خب میدونید من میخواستم یکی از پرداختیام به تعویق نیفته. عیبی نداره، من یه چاره دیگه پیدا میکنم، مشکلی نیست. بازم از لطفتون ممنون. با اجازهتون من یکم کارامو حل کنم، تأخیر نمیکنم. حتما قبل شروع کار میرسم خدمتتون. باشه ممنونم، لطف کردین. نهیر منم داشتم کارای تخلیه اتاقتو حل میکردم. یکم دیگه میمونم. گفته بودی امروز میری. تصمیم گرفتم بمونم. نهیر میشه یکم حرف بزنیم؟ حرفی نیست. گفتن این آسونه، ولی اگه حرف بزنیم. هیچ حرفی نداریم بزنیم. خب حرف آخرته؟ همینطوره. آقا حسن میشه با هم دیگه بریم بیرون؟ بریم. این خیلی قشنگه مگه نه حاضران؟ آره ولی لازم نیست خاله عالیه. اینا رو میخریم. رب دو شام داری؟ بله البته داریم.
باشه بده ببینم. لباس صبح چیه دیگه؟ من که نمی پوشم خاله. دخترم حتی اگه نپوشیم باید بخری. ببین ها خدیجه، دمپایی هم آوردی؟ از اون دمپایی ها که روش پر داره از اونا داری؟ آره آوردم خاله، بفرمایید. بیار ببینم. وای خیلی قشنگه. حاضیران یالا اینو امتحان کن. خاله عالیه، به نظرت این زیاده روی نیست؟ در ضمن اینو که تو خونه نمی پوشن که. می پوشن عزیزن دخترم. اگه نپوشیم حتما باید این بین وسایل عروس باشه. اینم میخریم. خب ببین دیگه چی اینجا هست. به ما خبر نمیدن میخوان برن استانبول. از کجا میدونی خبر نمیدن بیرجیک؟ شاید فرصت نشده، بعدم خبر میدن. ولی در حالت عادی به این فکر میکنن که باید خبر بدن. همیشه به من همین چیو میگن. حالا فکرشونو کردن، تصمیمم گرفتن، هم شنیدن. فقط به من اهمیت نمیدن. اونجاشو نمیدونم، بالاخره شما صمیمی‌تر هستین. نمیدونم، شایدم دیگه صمیمی نیستیم. آقا حسن، میدونم این وضعیت واسه شما سخته. نهیر برای ما خیلی با ارزشه. به خاطر این وضعیت خیلی ناراحته. به نظر من شما باید به تصمیم خاله سلما احترام بذارید و یه راه مشترک رو انتخاب کنید. سلما از من میخواد دوری کنم. فکر میکنه تو زندگی اونو نهیر دخالت میکنم، ولی خواستم این نیست. من میخوام نهیر رو بشناسم. انتظار ندارم منو تو زندگیش راه بده یا به هم بگه پدر. فقط میخوام با اون زمان بگذرونم. درک میکنم، خیلی حق دارین، اما این کارو باید درست انجامش بدین. اگر نه نهیر خودشو مقصر میدونه. چرا؟ ببینین، من پدرمو خیلی دیر شناختم. مادرم هم وقتی بچه بودم ترکم کرده. منم فکر کردم که منو نخواستن. نهیرم ممکنه این حسو داشته باشه، ولی این حقیقت نداره. میدونم درسته، اما برای اینکه نهیر بیشتر از این احساس گناه نکنه شما و خاله سلما باید به توافق برسید. حاضیران اینو بپوش دخترم، خیلی قشنگه. چشمای زیبات بیشتر نمایان میشه. خاله عالیه، زیاد خرید کردیم، واقعا دیگه لازم نیست. به نظر من کافیه دیگه، بسه. مگه میشه کافی باشه؟ تو یه دونه عروس منی. بیا امتحان کن عزیزم، پاشو. خاله عالیه، یه چیزی میخوام بهت بگم. بگو. من و پویراز تصمیم گرفتیم بعد از عروسی کمی از جزیره دور باشیم. یعنی چی؟ دور شدن چیه؟ کجا میری؟ ماه عسل. ولی بعد از ماه عسل هم شاید بریم یه... متوجه شدم. میریم ماه عسل؟ بله ماه عسل هست، ولی ممکنه این یه مسافرت کوتاه مدت نباشه. تو این فصل کجا میرین؟ جایی بهتر از این جزیره نیست حاضیران؟ جایی بهتر از جزیره نیست، ولی ما فکر کردیم که گورکم به موقع اومدی. دخترا بیا گورکم، خوش اومدی. بله، عروس و مادر شوهر دارن غیبت میکنن. ببینم چی خریدین؟ وای خدیجه دختر، چی کار کردی؟ لباسای قشنگ برای حاضیران پیدا کردی؟ آره بگو ببینم. گورکم بهترینا رو انتخاب کردم آوردم براش دیگه. گورکم تو انتخاب به ما کمک کن دیگه، باشه؟ آره باشه. ببینم چی خریدین، بذار ببینم. حالا فعلا چیزای قشنگی خریدیم ولی وقت تنگه، باید کلی چیز بگیریم. بهتره عجله کنی چون ممکنه این کفترها فرار کنن. اگه کفترها فرار کنن ممکنه دیگه پیداشون نشه. اینا چیه؟ دختر آخه اینا چیه خریدی؟ انگار برای پیرزن خریدی. اینا چیه؟ قشنگم. به اینا میگی قشنگ آخه؟ گورکم بهتریناشو انتخاب کردم، ایراد نگیر. نه خوب نیستن اصلا. ببین چی میگم، بهتره تو استانبول خرید کنین. بهتر از اینا رو اونجا پیدا میکنی، خیلی بهتر. اینا یه جوری هن.
یعنی جوری نیستن که ببری استانبول. مطمئنم اصلا نمیشه بردشون استانبول، اصلا مناسب نیست. نمیتونه ببره. گورکم تو برو دیگه. گورکم ببین چی میگم. گورکم اگه کاربار نداری خبر نده. برو. باشه پس مبارک باشه. واقعا من کم کم میرم. پس خدیجه جون تخفیف خوب بدی یا تخفیف خوب. حواستو جمع کن. باشه خیالت راحت. آره خب من رفتم، چیز نکن. میبینمتون. چاو. خاله عالیه، ما میخواستیم بهتون بگیم آخه تازه تصمیم گرفتیم. بعد از عروسی پویراز و من تصمیم گرفتیم تو استانبول زندگی کنیم. ملیسا. بیریجیک چی شده؟ خوبی؟ نه اصلا خوب نیستم. بیا بشین. بیا اینجا. چی شده؟ حزیران و پویراز قراره بعد از ازدواج برن استانبول. چی؟ واقعا خیلی ناراحتم از دستشون. همه با خبرن جز ما. اگه بهت نمیگفتم اصلا با خبر نمیشدی. تو میدونی داری چی میگی بیریجیک؟ نمیشه. چطور ممکنه حزیران همچین کاری بکنه؟ نمیشه. نه اصلا امکان نداره. نمیدونم. به من که گورکم گفت، به گورکمم داداش فاتح گفته. اینجوری شده که همه شنیدن، همه خبر دارن جز ما. من باید بپرسم ببینم چطور ممکنه آخه. پویراز چطوری قبول کرده؟ بهتر زنگ بزنیم بپرسیم، ولی قبلش باید آروم بشیم. باید خوب فکرامونو بکنیم ملیسا. حزیران یا الله اینو بپوش دخترم. خاله عالیه مطمئنی مشکلی نیست؟ دوست داشتیم از دهن ما بشنوی ولی نه دخترم، شما تصمیمتونو گرفتین. فقط زمان رفتنتونو بدونیم. شاید بیایم بدرقتون. خب بی خبر و یهویی نمیشه که. فعلا قطعی نشده. باید کلی کار رو اوکی کنیم ولی یه جورایی باشه دختر. خبر پخش شده دیگه. خب چی کار کنیم؟ باشه دختر باشه. من زود فهمیدم دخترم. من به پویراز زنگ میزنم باش حرف بزنیم. نه الان حتما کار داره، مزاحمش نمیشیم. باشو اینو امتحان کن. نه من به پویراز زنگ میزنم. اینو امتحان کن. باشه. آلپر یکم کار دارم عزیزم. ساعت کاریت که شروع نشده. کجا میری؟ دارم دیر میکنم، بعداً بهت میگم. آلپر کجا میری؟ تو رو خدا میبینی؟ چی شده؟ داره یه کارایی میکنه ولی اصلا به هم نمیگه. باشه حالا نوبت اونم میرسه، ولی الان باید ببینیم اینو باید چی کار کنیم. ملیسا نوبت اونم میرسه نه؟ ملیسا حواست به من باشه. باشه واقعا نمیفهمم الان پویراز و حزیران ما رو از زندگیشون انداختن بیرون. چی کار باید بکنیم؟ چطوری باید رفتار کنیم؟ من نمیخوام باور کنم بیریجیک. یعنی چطور همچین چیزی ممکنه؟ زنگ میزنیم جواب نمیدن. آلپرم از هیچی خبر نداره. نمیدونم. شب حتما زینب به همون میگه چه خبر. مگه ما رو دعوت کردن خونه زینب؟ گفتیم میایم. خب ما گفتیم، دعوت نکردن. چرا نگو ملیسا، معلومه که میریم. نمیدونم اصلا فکرم کلن به هم ریخته. من میرم مغازه یکم فکر کنم ببینم چی کار باید بکنیم. تو هم چیزی به ذهنت رسید خبرم کن. فعلا میبینمت. واقعا که ببینید نهیر دختر شجاع و قویه، اما اون تو شرایطی نیستش که بتونه این بار رو روی دوشش تحمل کنه. از شما نمیخوام که بیخیال بشین.
فقط یکم به نهیر مهلت بدین، وقتی حاضر بود باهاتون حرف میزنه. به نظر من الان شما فقط باید با خاله سلما یه راهی واسش پیدا کنیم. فهمیدم. باشه، اول با سلما حرف میزنیم. هر دومون خوبی نهیر رو میخوایم. ما هم هر کاری که از دستمون بر بیاد واسهتون انجام میدیم. خیلی ممنون. خوش اومدین. از شما چند تا سوال دارم. بعضی مشکلات رو نمیتونم حل کنم، اصلا حل نمیشه هر کاری میکنم. مشکل چیه؟ حرفایی که اینجا میزنیم بین خودمون میمونه. خیالت راحت باشه، کسی نمیخواد درباره تو چیزی بدونه. انگشتتو به آب بزن. یالا بزن دیگه. چیزه سوزان از اینجا میره؟ سوزان کیه؟ ای بابا، من اگه بخوام این چیزا رو به تو بگم با تو چه به درد میخوری؟ تمرکزمو به هم نزن، از تو نپرسیدم که. چی شده؟ اکی پرسیدی؟ به جز ما مگه کسی اینجاست؟ یکی نه، بعضی ها اینجا. پس سوزان فامیل نزدیکته. از یه جای دوری اومده. از این زن نمیتونه فرار کنی، وضعیت خراب. اظهار نظر نکن دیگه. انگشتتو بزن. یعنی میگی نوک انگشته؟ ها؟ نوک انگشت بزنم میره؟ بودی. این زن خیلی عذابت میده، اما یه موضوع مهم‌تری هست. سوزان نمیره؟ اون نمیره، آدمای دیگه ای دارن میان. ای بابا، کی داره میره؟ کنجکاوی مردم، بگو کیه؟ ها؟ کیه تازه است میره؟ ما در جای خالیه. فردا شب تا ساعت 9 همه کارا ناموفق میشن. من باید چی کار بکنم آقیه؟ تو باید بری تو جای دیگه، فرصت خوبی در انتظارته، اما از سوزان راه رهایی نداری. یادت نره ما تو جای خالیه. حالا اینجوریه، بریم خودمون این کار رو حل کنیم دیگه. استغفرالله. آلپر کجایی؟ چی کار میکنی؟ باید با هم صحبت کنیم و ازت یه چیزایی بپرسم. میشه بیای هتل؟ باشه میبینمت. داداش پویراز، انگار به سلامتی داریم میرین استانبول، درسته؟ تو از کجا شنیدی؟ یعنی حقیقت داره؟ هنوز قطعی نیست، برنامه‌ای نداریم. همه با خبر شدن، آخر از همه من میشنوم. بعد رفتن شما هتل چی میشه؟ من چی کار کنم؟ اصلا بهش فکر نهیر صبر کن، قطعی نیست. گفتم که برنامه‌ای نداریم. ممنون داداش، دیگه هیچ کیو ندارم بهش اعتماد کنم. پویراز خاله عالیه فهمید به استانبول میریم. با گورکم روبرو شدیم، اون گفت نمیدونم اون از کجا فهمیده. دخترها مدام زنگ میزنن. چی؟ نهیرم شنیده؟ نه چیزی به هم نگفت. گفت مشکلی نیست خود دانین، ولی خب حاضیران بیا دخترم، بیا این امتحان باید قطع کنم. باشه بعدن حرف میزنی. باشه پویراز چی داری میگی داداش؟ چرا داری میرین ها؟ تو که از استانبول متنفر بودی. آلپر، من از چیزی که اطلاعی ازش نداشتم متنفر بودم. با حاضیران میخوایم یه زندگی تشکیل بدیم. میخوام امتحان کنم.
اصلا فکر نمی کردم غیر از جزیره جای دیگه بتونی زندگی کنی. به نظرت میتونی؟ پویراز از کاری که میکنی مطمئنی؟ نمیتونیم برمیگردیم، دوستامونم اینجا منتظر ما هستن. البته داداش من پویراز، مطمئنم خودت هم میدونی که صمیمی‌ترین دوستت منم. هر جا به کمکم نیاز داشتی به هم بگو داداش. همینطور واسه من. برای همینم میخوام یه پیشنهادی بهت بدم آلپر. میشه تو بعد از رفتن ما مدیر هتل بشی؟ خیلی خوشحال میشم داداش، با کمال میل. واقعا پیشنهاد فوق‌العاده‌ایه، ولی باید با رئیسم حرف بزنم. میدونی که تازه استخدام شدم، یه موقع ممکنه زشت بشه. ببین عجله‌ای نیست، اگه تو تصمیمتو بگیری من نگران نمیشم. البته پویراز، البته مثل همیشه به من اعتماد کن. البته که به تو اعتماد دارم، ولی موضوع استانبول رو بعد از عروسی به بقیه میگیم. به کسی نگو فعلا تا بمونه برای بعد. ببینم به ملیسام چیزی نگم؟ هر چقدر آدمای کمتری بدونن بهتره. باشه، هر طور که تو میخوای، بعداً بهش میگم. بله مامان، 100 بار زنگ زدی. نهیر دخترم به حرفم گوش بده. الان به من گوش نمیدی ولی بعداً خیلی پشیمون میشی. من مادر تو هستم. مامان الان نمیخوام در این باره حرف بزنم. نهیر چرا جوری رفتار میکنی انگار مسئول همه اتفاقات منم؟ پس کیه؟ مامان من نمیخوام ناراحتت کنم ولی نباید به این چیزا فکر کنم. میخوام تنها باشم. الان وقت این حرفا نیست. باشه دخترم، هر وقت بخوای حرف میزنیم. بیشتر از این اذیتت نمیکنم. ممنون که بالاخره درک کردی. میبینمت. چه خبر ایلول ها؟ او گرگم کجا موندی که بابا؟ چی شده باز؟ موضوع سوزانه، بگو ببینم چی شده. گرگم من رفتم پیش فالگیر، درباره سوزان یه چیزایی گفت. تو این دور زمونه رفتی پیش فالگیر آخه؟ اون جادوگر هیچ چیش نمیشه، نگران نباش. اونم همینو گفت، ولی موضوعات مهمتری هست گرگم. مثلا چی؟ تو جزیره گنجی چیزی هست؟ نه فردا ساعت 9 شب ما میره تو جای خالی قرار میگیره گرگم. خیلی خطرناکه، نباید تصمیم مهمی بگیری. اما من گفتن هنوز این چیزا رو باور داری آخه؟ ای بابا کاری مزخرف میکنی یا پول تو بی خودی خرج میکنی؟ نه پولمو بی خود خرج نکردم گرگم. در مورد منم حرف مهمی زد. من دارم میرم گرگم، من دارم میرم. بله عزیزم، در دوردستا فرصتای مهم دارم. تو هیچ جایی نمیتونی بری، نمیتونی. چرا؟ تو مثل دلفین شنا میکنی، تش به صخره میخوری به خدا. خبر نداری کی داره میره؟ کی؟ پویراز و حاضیرا. چی داری میگی؟ ازدواج میکنن بعدش میرن استانبول. پویراز خودمون؟ بله. اللهم بله. اخشم خوش اومدی. یکیه دونه. خوش باشی. مثل همیشه بیوتیفولی. بیگی بیشین. بینم چیزی میل داری؟ نه ممنونم. اخشم چطوری تو؟ خوبم مرسی، خوبم. سلما، هر دومون میدونیم که خوب نیستی عزیزم. این موضوع رفتن حاضیران و پویراز به استانبول نیست، یه مشکل دیگه است. جون تو اگه بگی راهی واسش پیدا میکنیم. همه چی به هم ریخته، نمیدونم چطوری حلش کنیم. فاتح تو توضیح بده اخشم. همه چی راه حل داره جز مرگ. درباره پدر نهیر باهات حرف نزده بودم. البته به هیچ کی چیزی نگفتم. الان اومده به جزیره، اینجاست. کیه؟ بابای نهیر اومده؟ اینم همدیگر رو دیدی؟ آره مجبور شدیم همدیگر رو دیدیم. اومده درباره ماراتون تو جزیره خبر بنویسه. یه لحظه بابای نهیر یعنی حسن دمیره؟ اون خبرنگاره؟ آره میشناسیش؟ خب آره با اومده بود اینجا. اومد اینجا؟ آره دیگه اومده بود اینجا. الان میفهمم چرا سراغ تو رو میگرفت. سراغ منو گرفت؟ آره اخشم عکسمونو دید و سراغ تو گرفت. منم فکر میکردم اومده صحبت کنیم. الان میفهمم ناکسو. واسه همین این روز حالت خوش نی.
سلما وقتی این مرد رو دیدی فاتح تو رو خدا من چی میگم تو داری چی میگی؟ خب میدونی ممکنه روزه سابقتون یادتون بیاد. میدونی که چی میگم؟ ببین تو خودتو بذار جای من. آخه این درسته جونه تو. مشکلمون اینه فاتح، نهیر همه چی رو فهمیده و با من حرف نمیزنه. ای وای دیشب باز خاطر این خونه نیومد. من فکر کردم تو هتل کار داره جونه تو. دیدیم بیچاره شدیم. دیدم فاتح، بهتر نیست انقدر اغراق نکنی حالا. باشه آروم میشم. میرم با نهیر حرف میزنم. نه بشین حاضیران رفته باهاش صحبت بکنه. فاتح من الان چی کار کنم؟ نهیر به حرف حاضیران گوش میده، نگران نباش. ببین اخشم قبول کن که ما یه خونواده ایم. نمیتونیم همه چی رو تنهایی حل کنیم. ما ازدواج کردیم. خب ازدواج کردیم تا غم و شادیمون رو با هم شریک بشیم. من همه چی رو حل میکنم، نگران نباش. انشالله. اول با نهیر حرف بزنیم. باشه نگران نباش. سلما هر کی ناراحتت کنه نمیذارم صبح ببینه. همه چی رو برا میشه. سلام داداش حمدی. آلپرم. چطوری آلپر؟ خوبم داداش ممنونم. چند روز پیش اومدم پیشت یه مبلیو دیدم. تصمیم گرفتی؟ آره داداش مبل دومی که ازش خوشم اومده حاضر کنی. الان کاتالوگو بررسی میکنم. باشه الان من زدم. باشه داداش تا یادم نرفته بگم که چوبش باید از گردو باشه چون که ملیسان بیشتر خوشحال میشه. باشه خودت هم حالا بیا سر بزن. باشه داداش ممنونم. خیلی لطف کردی. دمت گرم. میبینمت. پویراز اگه خاله عالی عصبی میشد خیلی بهتر بود ولی نشنیده گرفت. این منو بیشتر میترسونه. اصلا اخلاق مادر بزرگم اینطوری نیست. منم نمیفهمم. من میرم باهاش حرف میزنم. باشه منم میرم خونه مامانم به دخترها زنگ بزنم. معلومه با خبر شدم. باشه بهت زنگ میزنم. باشه میبینمت. تو روحت مرده که کج و کله بعد 19 سال اومده آرامش بقیه رو سلب بکنه. راحت واس خودت تو جزیره گشتن که آسونی. الان نشونت میدم مردک. الو آقا حسن، فاتح هم با شناختی که فاتح دامپزشک عزیزم. با شما باعث راجبه یه موضوع مهمی حرف بزنم. تو مغازم منظرتم. فدات. این بازی خطرناکه حسن، خطرناک. کاش نمی اومدی اینجا. وایسا اون نیستش. اون یکی سینی رو بردارد. باشه ماما. اینا هم اینجا موندن. میترسم نتونم به موقع کارا رو تموم کنم. وای کلی کار دارم همش مونده. آروم باش. خب چی شده؟ ای بابا قیچی بله برون نیست. کجا گذاشتی؟ کجاست؟ ماما نمیبینی اینجاست؟ خب ندیدم دیگه بابا. همه چی بذاری سر جاش باشه. خیلی خوب حله. ماما بله. بیرجیک و ملیسا بهت زنگ نزدن؟ نه. برای چی؟ آخه قرار بود بیان اما هنوز نیومدن. میان دخترم میان. بیار. منم کلوچه ها رو بیارم. مادر بزرگ خوش اومدی پویراز. وسایل رو حاضر کردم. میتونی ببری. یعنی چی؟ تو نمیای؟ نمیام. معلومه نیازی به تایید من نیست اصلا. خودتون تصمیماتون رو گرفتین. من باید به وظایفم عمل میکردم. منم وسایلی رو آماده کردم که بتونی ببری. ببرش. مادر بزرگ فهمیدی که میخوایم بریم استانبول. ما گفتیم تا قطعی نشده به تو نگیم. تو هم از یه جایی شنیدی. باشه معذرت میخوام. باید من به تو میگفتم. مقصر منم. اما به خاطر این نمیتونیم که عروسی رو کنسل کنیم.
بیا بریم از حاضران خواستگاری کنیم. وظیفه من نیست به خواستگاری بیام و ازدواجتون رو تایید کنم، فهمیدی؟ یعنی چی مادر بزرگ؟ مگه تو بزرگ ما نیستی؟ آره، به عنوان بزرگترتون به تصمیماتتون احترام میذارم، ولی همونطور که بدون اطلاع من تصمیم به مهاجرت گرفتین، مخفیانه هم میتونین ازدواج کنین. برای اینکه پیش خانواده دختر شرمنده نشی جهیزیه رو آماده کردم. من به وظایفم عمل کردم پسرم، میتونی بری. این کارو نکن مادر بزرگ، اگه تو نیای من شرمنده همه میشم، نکن لطفا. پویراز، من حرفمو زدم پسرم، تا هم زیاد ناراحت نشو. از عالیه خبر داری؟ با پویراز حرف زدیم، همه چی رو به راهه. مامان تو وقتی ازدواج کردی مطمئن بودی که همه چی رو به راه میشه؟ مگه میشه مطمئن باشی؟ زندگی جدیدی رو خب شروع میکنی، 2 نفری. خب 2 نفری با سختی ها می جنگی، ولی نمیتونی خب از سختی ها زود فرار کنی. من مطمئنم پویراز برای من آدم مناسبیه، بدون شک خوشبخت میشیم، اما یکم از خودم راستش میترسم. اگه یه وقت تغییر کنم، همین آدمی که میگم راستش اگه ناراحت بشه اون وقت چی میشه ها؟ دخترم هر دوتون تغییر میکنین، نباید به خاطر اینجور چیزا خودتون ناراحت بکنین، ولی حین تغییر تنها نمیمونین، به همدیگه کمک میکنین. توی رابطه دست و دست همدیگه میتونین بسازین همه چیا، باشه؟ ممنونم مامان عزیزم. برو آماده شد، بقیه‌شو من خودم حل میکنم. باشه. ارائه شده توسط وبسایت موویباس. سلما بیا تو. ببخش دیر کردم. اشکالی نداره. آی عزیزم مواظب باش. حاضران کجاست ها؟ تو اتاق داره آماده میشه. باشه. خوبی؟ خوبم. کم و کسری چیزی هست؟ نه، همه چی حل کردی. لطیف هم یکم دیگه میاد، هیچ مشکلی نیست. پویراز حاضران، پیش مادر بزرگم هستم، فهمیده میریم استانبول، خیلی عصبی شده. اما چیزی به من نگفت، خیلی نرمال رفتار کرد. نخواسته که به تو بگه، میگه به وظیفم عمل کردم، خواستگاریم نمیام. پویراز ما آماده منتظر شمایی. میدونم حاضران، اما خانه نمیشه، از صبح دارم حرف میزنم. من میام پیشت رو در رو حرف بزنیم، باشه؟ باشه منتظرم. حاضران چرا لباستو نپوشیدی؟ دخترم اتفاق بدی افتاده؟ از نگرانی منو نکش دیگه، بگو چی شده؟ خاله عالیه نمیاد. چرا نمیاد؟ همینو کم داشتیم، یعنی فهمیده اینا دارن میان استانبول، هیچی نگفت، الان دیگه داره دردسر درست میکنه. عجب گیری کردیم ما. نمیاد که نیاد، خب خودمون عقد میگیریم عزیزم. نمیشه، پویراز الان داره میاد، با هم حرف بزنیم، نمیدونم دیگه چی میشه. فدای چشمای خوشگلت بشم، ناراحت نباش دخترم. آقا فاتح سلام، چطوری؟ خوبم یعنی گفتم خوبم، اما شما باور نکن. گفتین درباره موضوعی حرف بزنیم. آره شما میدونین موضوع چیه، ولی خب میدونیم من توضیح میدم واسه. بعد این همه سال، واسه اینکه میدونستین بقیه عیزت میشن، واسه چی اومدین عیزت؟ منم از این موضوع اطلاعی نداشتم، هدف دیگه‌ای داشتم. حتی
فکرشم نمی کردم سلما هنوز تو این جزیره باشه. سلما رو که دیدی فهمیدی هم که بچه داره، ولی این که هنوز موندی و نمیری حیرونم جونتو. وقتی هیچی نگفت باید میفهمیدم اینطوری میشه، یعنی معلوم بود که یه چیزی شده. خب آدم وقتی که ناراحته باید بگه مشکلش چیه، باید با هم دیگه درستش کنی. حاضیران تو خودتو مقصر ندون، لازم باشه ما میریم و باهاش حرف میزنیم. نه خیر، من پیش هیچ کس نمیرم. زینب هرچند باشه آبجالی خانواده پویرازه، به جز اون کسی ها نداره، مجبوریم باش را بیای. نه خیر مجبور نیستیم ما. حق با عمو لطیفه. مادر پویراز خارج کشوره، وقتی گفت نمیتونه بیاد پویراز نشون نداد، ولی خیلی ناراحت شد. میدونم. اوف عالیه. ببینین مجبور نیستم در این مورد به کسی حساب پس بدم. لازم باشه مسئولیت رو به گردن میگیرم و برای دخترم پدری میکنم. نه نمیتونی با بهونه پدری کردن اینجا بمونی. همه باز حد و حدودشون رو بدونن، در ضمن تو زندگی نهیر جایی نری. آقا فاتح گفتم اگه لازم باشه، نگفتم میمونم اینجا یا دنبال راهی میگردم. لطفا من بازم معذرت میخوام. ناراحت نباشین، اتفاقیه که افتاده. آره برای ما افتاده. آخه این کاریه که باید روز عقد انجام بده. مامان هممون میدونستیم اگه بشنوه این اتفاق حتما میفته. الان نمیخوام بهونه ای بیارین که آریه حق داشته باشه. بهانه برام جور نکنید. این همه کار کردیم، وسایل جور کردیم، بعدش میخواد نیاد خانوم. زینب جون زیاده روی کردی. نه خیلی هم کم گفتم، چون واقعیت همینه. شاید حق با شماست. باید موضوع استانبول رو به مادر بزرگم میگفتیم، اما فکر نمی کردیم ما رو تنها بذاره. بچه ها به اندازه کافی ناراحت شدن، به اونم یکم زمان بدین، یکم فکر بکنه و درکمون میکنه. زمان 3 روز بعد عروسیه، کدوم زمان؟ نمیدونم دیگه عروسی در کار هست یا نه. یعنی چی حاضران؟ منظور چی آقا سن؟ حاشیه نرو اسمن. میری یا نه؟ بس دیگه، مگه بچم که سرم داری داد میزنی؟ هر وقت بخوام میرم و از کسی هم اطاعت نمی کنم. بحث سر خانواده من مردی که نفهم، تو میگی هر وقت بخوام میرم. آره بسه. معلومه نهیر چرا اصلا درباره تو حرف نمیزد، ازت خجالت میکشه. مردی که مثل این که زبون آدمی زد حالیت نمیشه. نه میگم از خانوادم دوری کن، راتو بکش برا. با زبون آدمی زد بهت میگم راتو بکش برا. میفهمی؟ میکشمت. راتو بکش برا. این به پلیس زنگ بزن دارم فاتح بنوشتن شکلات رو کدوم بلش کنم. میکشمت لعنتی. ولم کن بابا تو بعیده. حالیت میکنم. نمیدونم چه فکری داشته باشم. حاضران قبلا هم اتفاقای سختی واسمون پیش اومده، اگه میخوای صبر کنیم، اما من اصلا دلم نمیخواد که برگردم سر نقطه اول. خب منم نمیخوام، ولی میدونی که الان باید فقط فکر کنی. بچه ها ببینی یه چیزی انتظارشو نداشتیم، سرمون اومده، ناراحت و عصبیم. قبل اینکه تصمیم یهویی بگیری آروم باشه. آره خب ما دیگه یه خانواده ایم و مجبور نیستیم تنهایی با مشکلاتمون بجنگیم. دوباره میگم خاله عالیه رو راحت بذارین، اون فکر میکنه و بعدش به شما حق میده. فکر نمیکنم. های زینب تو هم خیلی بدبینی و یه دنده بازی در نیاره این بچه ها. چی کار کنم خب؟ زینب بچه ها رو ناراحت میکنی. من چی کار کردم؟ باورم نمیشه. انگار جونور شدم جون تو. خدا کنه این اتفاقو باقی نشنون، به خاطر همچین چیزی تیتر روزنامه نشم. من دوباره با مادر بزرگم حرف میزنم. حرف بزن، ولی لجبازیشو نمیذاری کنار. برای همین ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. مامان ما دیگه باید بریم، چون میخوام امروز دیگه تموم بشه، خسته شدم. بله باشه عزیزم، برین استراحت کنیم. پلیس؟ بله باشه الان میام. باشه. چی شده؟ فاتح دعوا کرده. با کی؟
نمیدونم، اما اگه اونی که حدس میزنم باشه. با حسن؟ من میرم. منم باهاتون میام. نه شما نیاز نیست که با من بیاین، حتما چیز مهمی نیست. اگه چیزی بود خبر میدم. شما بمونین، من میرم. خب باشه پس خبر بدین. باشه زنگ میزنم. اوف خدا هیچی تمومی نداره، همه چی باید توی یه روز اتفاق بیفته. دیگه چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ آخ حسن ببین، شرمندم جونتو. وقتی سلما رو ناراحت دیدم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و زدمت. شما ببخشید، نباید اینجوری میگفتم. نهیر دختر شما هم به حساب میاد. به خیر گذشت جونتو، ولی وضعیتو چجوری میخوایم به سلما توضیح بدیم؟ من فکر نمی کنم که سلما این قضیه رو زیاد بزرگ کنه. اگه مشکلی هم پیش اومد مسئولیتش به عهده من. شما هیچ تقصیری نداری. مگه میشه همچین چیزی؟ در ضمن سلما هم اینو باور نمیکنه. تو روحت. ملیسا خیر باشه، تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه امروز نامزدی حاضران نبود؟ نیازی به ما ندارن. منظورت چیه؟ ملیسا دارم یه سوال میپرسم و لطفاً جواب بده. آلپر ناراحتم، ول کن. بگو ببینم باز چی شده ها؟ چی و باز چی شده؟ همش داری منو دست به سر میکنی. هرچی میپرسم میگی کار دارم. خب که چی؟ به خاطر این نرفتی مراسم خواستگاری دوسته؟ چه ربطی داره؟ اوهو، تو حتی هنوز نمیدونی. چیو نمیدونم؟ حاضران و پویراز تصمیم دارن بعد از ازدواج برن استانبول. نه بابا، این دیگه از کجا در اومد ها؟ آره، خدا میدونه قراره چیا بشنویم. من و بیریجیک یه تصمیمی گرفتیم تا وقتی که حاضران یه توضیحی بده براش قیافه میگیریم. ملیسا مگه همچین چیزی میشه؟ حتما یه تصمیم عجله‌ای بوده، اونا به فکر ما هم هستن، من میدونم. ها؟ این چیزای کوچیکو بزرگ نکنین دیگه. الانم برین عین شیر کنار دوستتون باشین. خب فاتح اینجا چه خبره؟ شما اینجا چی کار میکنین؟ نمیشه 2 دقیقه شما رو با هم تنها گذاشت؟ سلما معذرت میخوام جونتو، واقعا خیلی پشیمونم. سلما تقصیر منه، آقا فاتح هیچ تقصیری نداره. شما منو مسخره کردین آره؟ 1 ساعت پیش اینجا قیامت به پا شده بود، شما دارین من امتحان میکنین؟ اخشم باشه، اول یکم درگیر شدیم اما بعدش به خوشی تمومش کردین. یعنی دوروبری ها بزرگش کردن. کسی که اینجوری نمیگه، همه میگن رو زمین غلط میخوردین. با پلیس حرف زدم، اگه از همدیگه شکایت نکنین کاری نمیکنم. باشه جونم، چرا شکایت کنیم؟ من شکایتی ندارم، حرف بزنیم و بریم. منم شکایتی ندارم، با پلیس صحبت کنیم و هرچی زودتر اینجا بریم. خیلی خوب پس. ممنونم لطیف، نباید که همچین اتفاقی امروز میافتاد. اصلا حرفشم نزن. باجه نظرت چیه؟ باشه دیگه. خیر باشه. کجا با این عجله صادق خان؟ این روزا خیلی خستم، میخوام اینجا برم. این روزا حتی نمیتونم کار کنم. این روزا گوزن سر نمیبرن، سر گله‌شونو میکوبم به تخت. برو صادق، تو هم برو. ای بابا، مگه کی رفته حالا؟ میخوای کی باشه؟ اوکان که خونه نمیاد، افتاده دنبال اون موفرفری. آبجی ببینه میگم حرف نزنم ها. به اینجا هم رسیده دیگه، بس دیگه. بچه رو جنب لب کردی آبجی، فرصت نمیدی به بچه. بابا دلتنگیشم عزیزم، اولیکم فلان. بابا گندست، چجوری رفتار میکنی باش؟ مگه قندقیه؟ میخوای قندقش بکنی؟ من جون به لبش میکنم. آره من جون به لبش میکنم. هیچ کس منو جون به لب نمیکنه، فقط من همه رو جون به لب میکنم. آره تو راست میگی. آره آبجی جان، فرکانست کلا همه مردا رو گریزان میکنه. شوهرت هم گذاشته، بچه‌ت هم گذاشته. اصلا اسم اون دنده هو رو به زبون نیارا. من عین 2 چشمام ازش نگهداری کردم، لای پر قو نگهش داشتم. اون از خوشی سیر شده بود که رفت. آره حتما هم اینطور. حق با تو آبجی جان. آره عزیز من، یالا منم دارم میرم. منم باید برم، دیوانی میشم. هیچ جا نمیتونی بری. یا اول اوکانو میاری اینجا، وظیفه دایی بودن تو انجام میدی، بعد هر کاری دلت خواست بکن. باشه
من برم چیز کنم، یعنی برم حرف بزنم. دایی هم دیگه، دایی وظیفه شناس. هی میگم نرم برم، اگه نرم کلم میریزم. کمک کن دیگه. نه بری برش کن. از جلو چشام فقط دور شو. برو اصلا انتظار نداشتم مادر بزرگم همچین کاری کنه. اگه میدونستم همه چی فرق میکرد. پویراز تو اصلا تقصیری نداری. خاله عالیه اینطوریه دیگه. نمیخوام با ناراحت کردن بقیه از اینجا برم. ببین رسما انگار عزیزانمون و دوستانمون رو مقابل خودمون گرفتیم. باشه، کسی همچین انتظاری نداشت. میدونم. مگه نباید از تصمیمی که باعث خوشحالی ما میشه با درکشون استقبال کنن؟ پویراز من دیگه نمیدونم چی درسته چی غلط. من میدونم حاضران. وقتی ما با هم باشیم همیشه خوشحال میشیم. عزیزم صبح بخیر. آلپر آلپر کجا داری میری؟ آلپر با تو هم کجا میری؟ نهیر دپرس شدی؟ جواب نمیدی؟ چی شده؟ تعریف کن. چطور پیش میره؟ بگو ببینم. خیر باشه گورکم. باز دنبال چی هستی؟ خیره عزیزم، خیره. دنبال صادقم. هیچ جا نیست. توپولو گفتم شاید راهش افتاده باشه اینجا. آخه صادق اینجا چی کار داره هان؟ وقتی هتل خالیه مشتریم نیست، فهمیدی؟ اونم درسته بله، ولی یعنی کلی یه اتفاقی افتاده. صادقم گم و گور شده. این یکم عجیب نیست؟ چی شده؟ بازم یکی از جزیره میره؟ نه خوشگلم، همچین چیزی نیست. اون خبرنگار ماراتون هست. مسئولش تو جزیره منم. نیازی هم نیست بهم چیزی بدید، ولی به زودی میگیرمش. اره تعریف کن دیگه گورکم، زود باش. فقط باید بین خودمون بمونه. باشه. این فاتح با خبرنگار ماراتون دعوا کرده. رفتن کلانتری حرف زدن. نمیدونم چجوری این اتفاق افتاده. لطفا چیزی نپرس. یعنی قضیه همینه. حالا اینا رو ول کن، بگذاریم. من برم دنبال صادق بگردم. توپولو رو نگران شب. تو مراقب خودت باش. منفی بافی هم نکن. خب میبینمت. آره ما وقتی برای خواستگاری منتظر بودیم عالیه نیومد. یعنی چی؟ آبجی سلما حاضران خیلی ناراحت شده. ناراحت شد؟ مگه میشه ناراحت نشه؟ ملیسا جون به نظرم شما الان باید کنار دوستاتون باشین. میدونی که باشه. البته که کنارشون میمونی. آلپر گفته بود کاش به حرفش گوش میدادم. ما çi kar kerdin? Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol
Cezama itiraz, kalbim uslu durmuyor. Verse nerede hitap? Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim mütellik, yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gök dışarı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çift gök dışarı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce.